اومدیم توی مرکز مسلمون نشین شهر دهلی، یه بازار خیلی شلوغ با رستوران‌های بسیار پرتعداد که غذاهای اسلامی و حلال دارن. الان هم دم افطاره و چیزی تا افطار نمونده و مسلمونا اومدن که غذا بخورن. توی شهر دهلی بازارهای دیگه معمولا گوشت و مرغ و اینا نیست، ولی اینجا معمولا همه غذاها گوشتی و مرغیه، البته با مرینیت‌های خودشون. و ما الان اومدیم یکی از اینا که مرغ سوخاری داره، ولی خب مرغ سوخاریش با چیزی که ما میشناسیم یه ذره متفاوته. بریم ببینیم چجوریه. خب یه چیزی که اینجا خیلی هست اینه که به جای لیوان یه بار مصرف از این لیوانه قدیمی دارن و یه همچین ظرفی هم گذاشتن برای اینکه شما استخون مرغ رو بریزین تو. همه چی خیلی حالت قدیمی طور داره. الان اونورم دارن غذای ما رو آماده میکنن تا برسه ببینیم که چجوریه. و خبری از قاشق و چنگال که نیست، همه چی دستیه. اوه خیلی تنده، اصلا من نمیتونم بخورم. خوشمزه است ولی نه این بایت اول بود به خاطر نمیشه بگی برای ما تندش نکنن. بعد عجیبشون که مشابه هم ندارن. بدون مساله بده، از بالا مساله میریزه. آره دیدم. نه نمیخوام.